اولین ازدواج همجنسگرایا در چه وقت، چه زمان و در کجا انجام گرفت و نقشش در سقوط حکومت پهلوی، حکومت محمد رضا شاه چه بود؟ نقش بهایی ستیزی، تحریک جامعه مذهبی ایران، چپی‌ها و اسلامگراهای رادیکال با تأثیر بر قسمت مذهبی جامعه چگونه عوامل سقوط حکومت پهلوی رو پایه‌ریزی کردن. من آرشام آریا به همراه دوست عزیزم دکتر شهرام سنجابی اینجا در خدمتتون هستیم، همراه با برنامه دیگر از کانال ایران مهر، در برنامه ای از رازهای پنهان سقوط شاه در خدمت شما هستیم که این رازها رو براتون آشکار کنیم. شهرام عزیز، خیلی خیلی خوش اومدی دوباره به برنامه خوده. خب بریم سر اصل مطلب. چطوری و کجا و به چه صورت کی گرا رو داد که پاشنه آشیل محمد رضا شاه فقید قسمت مذهبی جامعه ایران هست؟ میشنویم شما رو. درود بر شما شام گرامی و درود بر همه همیهنان عزیز در سراسر جهان. ببینید، در مورد بحث اینکه پاشنه آشیل پهلوی چرا بحث مذهب هستش، در واقع برمیگرده، گفتم در برنامه پیشین اشاره کردم، برمیگرده به واکنش های منفی مردم، توده های مذهبی مردم نسبت به اقدامات توسعه گرایانه رضا شاه. حالا کشف حجاب خیلی از همه معروفترش هستش، ولی در واقع باز کردن مدارس جدید، باز کردن مدارس دخترانه، وارد کردن زنان به دانشگاه، در واقع وارد کردن زنان به سینما و بحث خوانندگی، صدور شناسنامه و به اصطلاح حتی به اصطلاح ایجاد حمام هایی که با لوله، در واقع با آب لوله کشی شده آبشون تامین میشد. همه اقداماتی بود، شاید عجیب باشه این چیزایی که گفتم، اقداماتی بود که نخست واکنش تند ملایان و بعد به اصطلاح به تبع اون واکنش مردم، منفی مردم رو در بر داشت. به عنوان مثال در مورد شناسنامه، ملایان گفتن آی مردم، اینها شناسنامه میخوان بدن، میخوان اسم زنان شما رو بدونن، اسم نوامیس شما رو بدونن. خب ببینید در جامعه‌ای که حتی مردان ابا میکردن از بردن اسم زنانشون در جایی که به اصطلاح نامحرم هستش و شاید واسه نسل جوان عجیب و خنده‌دار باشه اگه بدونن تا همین 30-40 سال پیش تعداد زیاد از مردان ایرانی وقتی راجع به خانم‌های خودشون صحبت می‌کردن میگفتن که ننه آقا مصطفی اینا، ننه آقا مصطفی اینا یعنی خانم من. بعدش خب در مورد شناسنامه مردم اینجوری واکنششون دادن و به نوعی به زور در واقع اجبار شد شناسنامه برای مردم. یا مثلا در مورد آب لوله کشی، زمانی که حکم آمد که آقا این حمام‌های خزینه که منبع و مولد میکروب بودن که آقا جمع آوری بشه و آب تمیز لوله کشی در وارد حمام بشه، جالب بدونید که یک سری از حمامی ها که بعد نمیخواستن هزینه کنن رفتن دم یک سری از ملاهای دونپایه رو دیدن و گفتن که آقا رضا شاه میخواد مردم غسل نکنند و حتی رفتن جمع شدن تو قم، شلوغی رو انداختن، رفتن در جلوی بیت، اگر اشتباه نکنم خانه به اصطلاح حاج عبدالکریم حائری جمع شدن که حالا ایشون باز کمی منطق به خرج داد و گفتش که نه آقا، یعنی یه سری رفتن توجیه کردن، از طرف دولت رفتن توجیه کردن که آقا این برای بهداشت مردم اینا و ایشون برگشت گفت آقا در واقع با آب لوله کشی هم میتوان غسل کرد که همین غسل ارتماسی اینجور داستان رو علم کردن. خب میبینید یعنی رضا شاه هر اقدامی که میکرد مواجه میشد با برخورد منفی مذهبی ها و البته خب رضا شاه محدودیت هایی برای اونها گذاشت
به ویژه در بحث تاسوعا و عاشورا که گفت آقا از حق راه انداختن دست قمه زنی که کلا قدغن شد و اینکه شما حق راه انداختن دست در خیابان ندارید، فقط در همون درون هیئت هاست و این باعث شد که جامعه در واقع یک نگاه منفی در اون دوره نسبت به رضا شاه پیدا کنه و حتی ما شنیدیم که اینو زمانی که متفقین وارد میشن عده‌ای از همین مذهبی ها سربازان انگلیسی رو با خوشحالی به هوا پرتاب میکنن. البته فیلماش هم موجوده در آبادان متاسفانه که در آبادان این فیلم ها رو گرفتن زمان. 2-3 سال بعد 3-4 سال بعد در تبریز میدونیم در واقع روسیه یک حزبی درست کرد، فرقه دموکرات آذربایجان. فرقه دموکرات که خب پیشوری مثلا رئیسش بود، حالا بعد اگر امکان باشه راجعش بیشتر صحبت میکنیم. ایشون هم شروع کرد یک سری اقدامات حالا اصلاحی و توسعه تبریز، ولی خب تبریزی ها پیشوری و افرادش رو دوست نداشتن. یکی از عللی که اصلا در واقع مردم روی گردان شدن از فرقه دموکرات آذربایجان باز بس مذهب بود، چون در زمان ماه رمضان میخانه همچنان باز نگه داشته میشد، عاشورا تاسوعا جلوش گرفته میشد و این باعث شد که وقتی که حتی در واقع ارتش ایران همراه با شاه به سمت تبریز حرکت میکنه به تبریز نرسیده، خود تبریزی ها شبانه بسیاری از افراد فرقه دموکرات رو قتل عام کردن. یعنی زمانی که ارتش ایران به تبریز صبحش که صبح 21 آذر 1325 بود، در کمال تعجب و شگفتی مواجه شدن با جنازه های یخزده اعضای فرقه دموکرات در جویهای آب تبریز. خب اون زمان مهمترین مسئله جامعه مذهبی ایران با حکومت پهلوی بحث آزادی زنان بود. البته مذهبی با همه چی مشکل داشتن، از این فکل کراوات گرفته تا ستیغ زدن صورت ها تا هر چی شما گمان با هر چیزی که در ارتباط با پیشرفت بود و در ارتباط با علم و آگاهی بود، به خاطر که آگاهی دشمن دین است. شما اگه آگاه باشید با مظاهر تمدن جدید مشکل داشتن، با موسیقی مشکل داشتن، حتی تا زمان سال 57 تا اصلا تا قبل از جمهوری اسلامی بسیار از خانواده های مذهبی تلویزیون، اجازه تلویزیون، وجود تلویزیون و حتی رادیو هم نداشتن. چون میگفتن من خاطرم سال 85 بود، من یه بار در شهر قم سوار یک تاکسی شده بودم، همین موسیقی که از رادیوی جمهوری اسلامی پخش میشه. حالا سال 85 همچین موسیقی خاصی هم نبودش. بعد یه آخوندی که جلو نشسته بود اعتراض کرد به ران تاکسی، گفتش که این چه موسیقی گذاشتی؟ گفت حاج آقا این موسیقی رادیو جمهوری اسلامیه. مگه ما انقلاب کردیم که موسیقی دوباره بشنوی؟ خب شما تصور کنید حالا این آدم، ما همچین وضعیت رو داشتیم سال 85، 18 سال قبل، 28 سال قبل از اون در ایران چه خبر بوده؟ خب با موسیقی مشکل داشتن، با سینما مشکل داشتن ولی خب بیشترین خشمشون و بیشترین مشکلشون بحث آزادی زنان بود. یعنی حتی خانواده های مذهبی غیر سیاسی هم، البته خانواده مذهبی اکثرا غیر سیاسی بودن، میشه گفت سال 57 اینا وارد میدان میشن، در واقع تلاش میکردن حتی دخترهاشون دیپلم نگرفته در واقع اینها شوهر بدن. یعنی شما خیلی میبینید در بین خانواده مذهبی مثلا کسانی که دخترهاشون متولد دهه 30 هستش حتی 40 هستش، دخترهاشون در سنی بین 15 الی 18 سال نهایتا ازدواج کردن. حالا اجباری و غیر اجباری کاری ندارم، به هر حال شوهر دادن که نمونه و رسوایی به بار نیاره به زعم خودشون. خب یکی بحث آزادی زنان هستش برای جامعه مذهبی ایران، بسیار بسیار بحث عمده‌ای بودش. و دومین بحث بهاییت. ما در برنامه پیش اشاره کردیم و اشاره که به انجمن حجتیه و در دهه 40 این حملات به جامعه بهاییت خیلی گسترده تر میشه توسط به عنوان مثال آخوندی به نام فلسفی، که این فلسفی
منبر مسجد سپهسالار در اختیارش بود. رادیو تهران هم همیشه سخنش رو پخش میکرد و ایشون به صورت پیاپی و بدون به قول انقطاع، به قول فرنگی ها نان استاپ، در اکثر برنامه‌هاش به جامعه بهایی حمله میکرد. اون همونطور که رایتی پور امروزه تمام عوامل شر رو در جهان، چه میدونم رباخواری، بانکداری، جنگ‌ها، فیلم‌های پورنوگرافی، فحشا، غیر ذالک رو همه رو به یهودی‌ها نسبت میده. اون زمان رایتی پور اون زمان هم فلسفی بود و آخوند فلسفی تمام عوامل و بدبختی‌های زمان که وجود داشت رو در واقع به جامعه بهاییت نسبت میداد. خب این حتی حالا شنیدید که حتی آقای پرویز ثابتی و همکارشون در ساواک با یک حالا پرستویی که اون زمان برای ساواک کار میکرده عکسایی از فلسفی هم میگیرن تا این آدم رو یک کمی کنترل کنن. احتمالاً حتی ماجراش رو خبر دارید. ولی خب در حین اینکه به اصطلاح دهه 40 ایران داره از لحاظ توسعه صنعتی و اقتصادی رو داره سریع طی میکنه، جامعه داره به اصطلاح شهرنشینی رو به شهرنشینی گسترده داره تجربه میکنه، به خصوص بعد از قضیه اصلاحات ارضی قسمت مهمی از جامعه روستایی به تدریج به شهرها مهاجرت کردن و دانشگاه هم گسترش پیدا میکنه. در این دوران ما شاهد شکل‌گیری دو تا قشر کاملا متضاد هستیم در جامعه. یک قشری که به اصطلاح انتلکچوال هستن، روشنفکر هستن، تحصیل کرده هستن و با توجه به اون زمان خب کسانی که دانشگاه میرفتن از درآمدهای خوبی هم برخوردار بودن، چه وکلا، چه پزشکان، چه مهندسین. ما شاهد یک در واقع قشر طبقه متوسط به بالایی هستیم در شهر بزرگ مثلا تهران به صورت مشخص از دروازه شمرون به بالا، اون زمان میشد بهش بالا شهر گفت، به ویژه از سید خندان به بالا، و یک فرهنگ کاملا متمایز در واقع متمایل به غرب و در پایین شهر تهران که بیشتر محله‌ای مثل محله جوادیه، نازی‌آباد، خزانه که پر شده بود از مهاجرین در واقع روستایی با همان فرهنگ روستایی و با گرایش به شدت زیاد نسبت به هم مذهب و هم ملایان. خب شما در این تضاد خب حتی امروز هم میشه گفت به نوع ادامه داره، ولی میشه گفت در دهه 50 این تضاد خیلی تو ذوق میزد. مثلا شما اگر اون زمان خیابان پهلوی میرفتید، در جایی مثل نزدیک مثلا میدان ولیعهد و میدان ولیعهد به بالا احساس میکرد در شانزلیزه دارید قدم میزنید. مردمی که به کابار میامی میرفتن، تحصیل کرده اون زمان تفریحاتشون شبهای جمعه در کابار میامی باشن با برنامه‌های گوگوش، هایده و غیر ذالک. و در سوی دیگر شما مثلا در جنوب شهر داشتید که خیلی کم دیده میشد اونجا مثلا خانم بی حجاب باشه، معمولا خانم‌ها با چادرهای حالا چادر نماز گلگلی یا با چادر سیاه معمولا تردد میکردن و با فرهنگی کاملا متفاوت. این تضاد در میگم در دهه 50 خیلی به اوج خودش رسید. خب این وسط ما یک جامعه هنری هم شکل میگیره، یک جامعه الیت هنری و روشنفکر که به اصطلاح حالا درش‌های مختلف مانند مجسمه سازی، نقاشی که خاصگاه بیشترشون هم دانشکده هنرهای زیبا بود. اینها در واقع برای خودشون یک اکیپ درست کرده بودن، یک بند درست کرده بودن. از لحاظ اخلاقی یکم اینها آزادتر بودن، راحتتر بودن، با نرم‌های اون زمان جامعه هم همخوانی نداشتن. افرادی مانند پرویز تناولی، هم مجسمه ساز معروف، کیوان خسروانی در واقع برادرزاده تیمسار خسروانی، در واقع صاحب باشگاه تاج که البته برادرش هم باز تیمسار بود، سپهبد مرتضی خسروانی که پدر کیوان خسروانی بود. خود کیوان خسروانی آرشیتکت بود ولی رشته اصلیش طراح لباس بود، با کامران دیبا، آرشیتکت معروف کامران دیبا، طراح موزه هنرهای معاصر و در واقع به اصطلاح فرهنگ سرای نیاوران و دفتر مخصوص شهربانو هستش کامران دیبا. کیوان با کامران در خیابان سمیه امروزی یک بوتیک خیلی ویژه‌ای در واقع ایشون باز کرده بود به نام
N1 یا همون به اصطلاح اختصار نامبر 1 که میشه گفتش که ایشون زمان بهترین طراح لباس بود در نوشتر ایران. حتی بعضی از بانوان دربار همیشه از کیوان درخواست میکردن که بیاد و لباسهای جدید رو براشون طراحی کنه. به هر حال این تیم هنری و روشنفکری یک هتلی رو هم در خیابان تخت جمشید به نام هتل کامودور رو پاتوق خودشون کرده بودند که اونجا جمع میشدن، حالا با هم مشروب میخوردن، بگو بخند میکردن، حالا رابطه خاص خودشون داشتن و اون زمان در جامعه در واقع پخش شد. البته چه کسی در جامعه اینو پخش کرد؟ چپی‌ها نقش اول رو داشتن. چپی‌ها چون با این محافل در ارتباط بودن، اخبار رو میگرفتند و به سرعت هم در جامعه پخش میکردن. عمدن هم اینو میبردن در بین مذهبیان پخش میکردن که بله اینها یک اکیپ هستن، درباری هستن، بعد اینها چنان کثافتکاری میکنن، این هم جنس بازن فلانن. حالا کیوان گویا که خصوصا حالا گرشت هم جنس بازانه هم داشت، حالا کاری نداریم با این موضوع، ولی این قضایه به نوعی به اسم جامعه بهاییت تمام شد چون کیوان خسروانی بهایی بود و تو این وسط یک اتفاقی که میفته و خیلی هم مثل بمب صدا میکنه، در واقع ازدواج 2 نفر از همین گروه یا از همین باند بود. یکی در واقع بیژن صفاری بود و دیگری در واقع این زوج مردانه، حالا نمیدونم چقدر مرد میشه نامیدی، مردانه یا نامردانه، در واقع یکیش بیژن صفاری و دیگری ایرج مهوی بود. خب من فقط در مورد این دو نفر این اشاره رو بکنم به شما که هر دوتا در واقع پدراشون در واقع جزء امیران ارتش بودن و یکی از دلایلی که خیلی قضیه سر صدا کرد همین داستان بود که سهراب مهوی پسر سپهبد ایرج مهوی بود، بیژن صفاری هم پسر سرتیپ محمد علی صفاری که هم سرتیپ بود هم سناتور بود، در واقع به نوعی آقازاده اون زمان بودن. بیژن صفاری هم آدم کمی نبود. بیژن صفاری در واقع جزو سیاستگزاران فرهنگی اون دوران بود، استاد دانشکده هنرهای زیبا بود و معمار و آرشیتکت در واقع پارک دانشجو که الان شما میبینید به نوعی امروز هم حالا پاتوق همجنسگرایان هستش، توسط این آقای همجنسگرا طراحی شد و گویا نفسش هم خیلی حق بوده چون بعداً هم اینجا شد مرکز همجنسگرایان. به هر حال اینها در 25 مهر 27 مهر 47 ازدواج میکنن و کیوان خسروانی هم اونجا بوده، گویا پرویز سناولی اینا همه اونجا بودن و خبرش مثل بمب در جامعه در واقع منتشر میشه که مجله فردوسی، مجله توفیق و حتی جالب حزب توده بیانیه میده. حزب توده آتئیست بیانیه تند و تیزی صادر میکنه، اینها رو منتسب میکنه به دربار و میگه آره این درباری اینقدر خوشگذرانی کردن دیگه خوشگذرانی های معمول جواب نمیده، آوردن به این کارهای غیر اخلاقی. حالا جالبه که توده جماعت شده بودن در واقع مثلا مراقبان اخلاق جامعه. حالا من جالبه براتون بگم از روزنامه مجله فردوسی براتون بخونم. در صفحه 27 شماره 881 میگه این روزها خبر یک عروسی عجیب شایع است که برای مردمی که هنوز شرافتمندانه و بدون انحراف و بدون فساد و لغزش زندگی میکنند خبر این ازدواج حیرت انگیز بود و هر کس از قبیل مردم خبر را میشنید از تعجب نمیتواند چشمانش را تا تمام حدقه ندراند و دهانش را تا نیمه باز نکند. اما برای مردمی که در این مراسم عروسی بودند این امر بدیهی بود. منظورش همون کیوان خسروانی است. اصلا اتفاقی نیفتاده بود. خیلی که میخواستن جدی بگیرن میگفتن این یک دو سلیقه است، تفنن است. در این عروسی هر دو طرف مرد هستند. در این عروسی که آقا پسر ماشاءالله سنی دارد، منظورش بیژن صفاری، از آن نوعش بود که به راستی در میان انحرافات متداوله تهران خیلی تازگی داشت. میگفتن آقا پسر حتی پیرن
عروسی رو هم از کریستین دیور وارد کرده و در بر نموده. فساد در یک اقلیت محدود خاص این مملکت مثل موریانه، مثل خوره پیش می رود. آنها که هر گونه لذتی دم دستشان است و چه بسیار لذایز را چشیدند و حالا برایشان کهنه شده است. عجیب به سوی فساد، به سوی مناهی، به سوی همه آنچه حرام شده است و همه آنچه که نامعقول است، همه آنچه که ناپسند است رغبت می آورند. انواع جلسات قمارهای وسوسه‌انگیز، استخپارتی های مشکوک، همه حاکی از این حقیقت است که این عده معدود برایشان تمام ارزش‌های انسانی ناگهان فرو ریخته و معدود شده است. بدبختی اینجاست که حضرات در راه کیفوری و فساد خویش دارند این روابط کثیف و انحرافی، این زندگی زشت و سراپالودگی را به عنوان نوعی زندگی مدرن، به عنوان نمایشگر زندگی روشنفکرانه به مردم شریف ایران نیز حقنه می کنند و می خواهند چنین توجیه نمایند که این شعور اضافی و ذات فهیم و وجود عالیقدر انسانی آنهاست که در مصیبت این عصر و در توحش ماشینیسم و زندگی مدرن تن به این انحرافات می دهند. واقعا دستتان درد نکنند. خب این مجله توفیق هم مطلب می نویسه بعد از اون بیانیه حزب توده. خب این ماجرا به نوعی در واقع گناهش به گردن جامعه بهاییت انداخته میشه. خب دوستان بهایی که حالا دارین این برنامه رو میبینید، ببینید ما خدا نکرده شما رو به این قضیه در واقع متهم نمی کنیم، داریم در واقع فضای اون زمان رو داریم باز میکنیم. چون ما حالا قبلا در یک برنامه دیگه صحبت کردیم در تاریخ آذربایجان، دوستان گفتن که در بهاییت همجنسگرایی روا نیست. ما هم نمیگیم روا هستش. اون فضایی که فراهم شده، این که حالا سهراب مهوی یا بیژن صفاری بهایی بودن یا نبودن هم اصلا اینجا اهمیت نداره. بحث اینجاست که جامعه ایران اینها رو بهایی میدانست و اینها رو منتسب میکرد به جامعه بهاییت و نتیجه میگرفت که بهاییان دارن جامعه ایران رو به لجن میکشند. خب این فضا ادامه پیدا میکنه و در فکر کنم سال 54-55 در جریان جشن‌های هنرهای زیبا دوباره این دومل چرکین سر باز میزنه. ماجرا این دفعه از یک تئاتر شروع میشه، تئاتری به نام باد، اگه اشتباه نکنم اسمش بود خوک باد آتش یا خوک آتش باد، حالا زیاد حالا این پس و پیش اسمش مهم نیست، با همچین اسمی در واقع تئاتر بازی میکنن. محل اجرای تئاتر سرای مشیر هست، سرای مشیر در بازار شیراز. حالا این بماند، این بسیار پرسش برانگیزه چرا برای چنین تئاترهایی آن فضای به شدت مذهبی و سنتی در نظر گرفته میشه. بسیار جای سوال داره. چرا ساواک تو این قضیه مداخله نمیکنه؟ جای سوال داره. چرا حتی ساواک تو قضیه ازدواج به اصطلاح کذایی ورود نمیکنه؟ باز هم جای سوال داره. چون این قضیه خب شاید امروز حالا این مثلا میگیم ازدواج همجنسگرایانه است، ولی ببینید در اون زمان این قضیه بازتاب خیلی بدی در جامعه پیدا می‌کرده، پیامدهای امنیتی و سیاسی وحشتناکی داشته. چرا ساواک مداخله نمیکنه و یقین دو نفر رو نمیگیره که آقا چه دلیلی داره شما به اصطلاح در واقع مسائل خصوصی رو به خودتون مربوطه، ولی این که شما دادار دودور راه میندازین، کارت پخش میکنید، مهمانی راه میندازین، این برای چیه؟ دنبال چی هستید؟ و عجیبه و هیچ چیز نمیکنه. در صورتی که به نظر من اتفاقی که تو اون در هتل کومودور افتاده تو این کافش خیلی خطرناکتر از اقداماتی بوده که همین افرادی مانند سازمان فدای خلق با اون اسلحه‌هاشون انجام میدادن. ولی خب ساواک در این مورد سکوت میکنه، همونطوری که در مورد این تئاتر سکوت میکنه. این تئاتری که دارم صحبت میکنم صحنه‌ای داره در یک سناریوش که در اونجا در واقع یک قسمتش تجاوز هست و بازیگر مرد دقیقاً گویا این رو به صورت عملی روی بازیگر زن اجرا میکنه و کسانی که دیده بودن حالا این در شیراز منتشر میشه و حتی بعضیا خیلی هیجان زده میگفتن که
من با چشم خودم دیدم که مثلا مرد با زن مثلا این کارو کرد و خبر میرسه به اصطلاح آیت الله دستغیب که اون زمان در بین میشه گفت امام جمعه شیراز بود، میره بالای منبر سخنرانی تندی هم بر علیه حکومت میکنه و میشه گفتش که از همین جاها کم کم ما در واقع اوضاع یواش یواش داره تضخیم میشه. یعنی جامعه مذهبی احساس میکنه آقا من دین و مذهب داره کلا از دست میره، دخترامون هم داره از دست میره، ناموسمون هم از دست میره و این حکومت اصلا آمده است که این کار رو انجام بدهد. و جالبه بدونید که در این اصطلاح عامیانه، در این هیروبیری، در این اوضاع عجیب و غریب اتفاق میفته در تهران، در کاخ نیاوران، در میشه گفت دیماه 1356. شما حالا فضا رو در نظر بگیرید، جامعه عمیقا خشمگینه، ناراحت جامعه مذهبی که آقا ما مثلا زنا اینجوری هن، هر روز دارن به اصطلاح لختی پختی تر میشن، حالا گفته خودشون، بعد فیلم ها اونجوریه، تئاتر اینجوریه، این اونجوریه، اون اونجوریه. این حالا نقنق ها تبدیل شده به غر زدن، تبدیل شده به پچ و یک نارضایتی در زیر پوست شهر عمیق شکل گرفته و حتی کم کم میگن آقا جان اصلا خود شاه هم بهایی شده. ببینید خود شاه هم بهایی شده. این تو جامعه داره دهن به دهن میشه و اینکه دربار کلا داره توسط بهایی ها اداره میشه. نشون به نشون هم که نخست وزیرم که بهایی، زنده یاد امیر عباس عقیلی رو میگفتن و حتی آن وزیر آموزش پرورش هم بهاییه. و این حالا خیلی جالبه، اون زمان خب زنده یاد فرخروی پارسا ایشون اومد اردوی رامسر رو راه انداخت، چون این اردو مختلط برگزار میشد میگفتن ایشون چون بهایی هستش میخواهد دختر پسرای مسلمان رو از همین دوران کودکی نوجوانی به فساد و فحشا بکشونه و یکی از جرم‌های ایشون هم در واقع همین مسئله بودش و این بهایی شدن یک انگی شد. یعنی اتهام شد که ایشون هدفش از این اردوی رامسر به فساد کشوندن جوانان هستش. حالا تو این اوضاع چه اتفاقی میفته؟ ژانویه 1978 یک پرواز مرموز و شوم و مشکوک، در واقع پرواز ایر فورس وان، هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری آمریکا، از آمریکا میاد و در تهران میشینه. جالب بدونید وقتی که رئیس جمهور آمریکا حتی الان وقتی میخواد به جای سفر کنه، اولا معمولا با دعوت قبلی هست 100%، بعد چند ماه قبلش تدارکات گسترده دیده میشه، هم در کشور، هم در واقع طرف میزبان، هم از طرف مهمان. ماموران امنیتی میرن در کشور به اصطلاح میزبان مستقر میشن، چک‌های بسیار گسترده امنیتی داره. قضیه به این سادگی نیستش. ولی جالبه در این مورد خاص، در این سفر خاص، بدون هیچ دعوتی، توجه شد، بدون هیچ گونه دعوتی، جیمی کارتر میاد وارد تهران میشه و جالبه بدونید که تمام در واقع ملاقات‌های شاهنشاه یامر، تمام ملاقات‌هایی که ایشون قرار بود داشته باشن با سران کشورها، چه ملاقاتی که قرار بود ایشون سفر کنن، چه در واقع برنامه‌ای که ایشون قرار بود میزبان سران کشور خارجی باشن، همه تا سال 61 بسته شده بود. همه بسته شده بود. قرار نبود برنامه جدید واسه تعریف بشه. خب تو این وسط کارتر بدون هیچ دعوتی وارد تهران میشه. شبیه سفری که دقیقاً یک سال یک ماه بعد یاسر عرفات بدون هیچ دعوتی به در واقع به تهران انجام میده. بودن چه نزدیک یک هفته درست بعد از انقلاب 57 و 2 روز بعد از اون کشتار فجیع تیمسار رحیمی و تیمسار ربیعی، تیمسار خسروداد و تیمسار نصیری در مدرسه رفاه. خب در شب پنجشنبه 26 بهمن، دقیقاً 4 روز بعد از پیروزی انقلاب، در پنجشنبه 26 بهمن جنایت انجام شد. این آقا شنبه میاد یاسر عرفات، یعنی روز 28 بهمن میاد. حالا کارتر بلند میشه یه سفر رو میکنه و حالا جالب بدونید این سفر معمولا چنین سفرهایی در حالتی شکل میگیره چون کلا این سفر تعریف نشده است، هیچ گونه پروتکلی نداره
ولی معمولا اگر هم یک کشوری همچین اقدامی انجام بده، در حالتی که روابط دو کشور خیلی صمیمانه باشه. ولی ما میدونیم از کارتر از همون لحظه اول که سوگند خورد در کاخ سفید، شمشیر رو برای شاه بست. در مصاحبه که کرد با اشاره شاه رو دیکتاتور خواند و گفتش که دلیلم نداره آمریکا در واقع با این کشورها بخواد دوستی داشته باشه. و حتی در نوامبر 1977، یعنی 2 ماه قبل از این قضیه، یعنی میشه آبان 56، وقتی شاه به آمریکا رفت و تلاش کرد مسائل فیمابین رو حل کنه، در واقع دولت کارتر تلاش کرد تا شاه رو در انظار جهانیان تحقیر و خراب کنه. اونم این به این صورت بود که در زمانی قرار بودش که سخنرانی عمومی باشه در صحن کاخ سفید، در واقع گروه‌های تروریستی کنفدراسیون دانشجویی با یک هماهنگی بسیار گسترده در واقع اتوبوس‌ها رو رزرو کردن و از شهرهای مختلف آمریکا اومدن به واشنگتن. و جالبه که نهادهای امنیتی آمریکا اینو میدونستن ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این قضیه به عمل نیاوردن. در نزدیک کاخ سفید یکی اتوبوس‌ها پارک کردن و این اراذل اوباشی که امروزه شما به عنوان وزیر و چه میدونم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی میشناسید، مانند ابراهیم یزدی، جواد ظریف، لاریجانی، خرازی، صالحی، سعید امامی و بقیه جک و جانورها یکی از اون اتوبوس‌ها پیاده شدن در حالی که یک نقاب به صورت خودشون زده بودن یا پوشش ماسک زده بودن، فقط 2 تا چشمشون بیرون بود و یک جایی برای نفس کشیدن و همه چماقی هم دستشون داشتن. خیلی جالب اینجاست. و از همون لحظه اول با پلیس درگیر میشن در کنار در واقع حصار کاخ سفید و پلیس اونجا اقدام میکنه به شلیک گاز اشک‌آور و این گاز اشک‌آور گازش میاد و در حالی که به اصطلاح کارتر داره سخنرانی میکرد چشم شاهی اشک میاد اونجا پاک میکنه و اینو در یک مقیاس بسیار وسیع پوشش میدن. کاملا برنامه بود، یک پروژه برای تخریب وجه شاه که نشون بده مردم ایران بسیار شایکی هستن، حتی دانشجویان مثلا در حالی که پادشاهشون اومده اینجوری دارن استقبال میکنن. خب حالا میتونیم همین مقایسه کنیم، ببینیم الان وقتی که به اصطلاح سران رژیم میرن نیویورک و میرن سخنرانی میکنن، وقتی که ایرانی ها میخوان اعتراض به عمل بیارن چه اقدامات امنیتی به عمل میارن و چقدر اینها رو با سلام و صلوات با احترام میبرن صحن سازمان ملل و برمیگردونن. همه چیز قابل فهم هستش این وسط. در این حیث و بیس 2 ماه بعد از اون میشه گفت آبروریزی دولت آمریکا، کارتر بدون دعوت میاد به طرف تهران و خب احتمالا اگه فیلم رو دیده باشین فضای غروبی هم از فضای بسیار غم انگیز و مثل این فیلم‌های ترسناکی گویا مثلا این سیطره اهریمن رو به یک جامعه نشون میده، خیلی غم انگیز، خیلی بد. ایران با رهبری خردمندانه شاه به جزیره صلح و ثبات در یکی از پرطلاتم‌ترین مناطق جهان تبدیل شده. استقبال باشکوهی هیچ کشور دیگری در جهان از نظر اهداف استراتژیک مثل شما به ما نزدیک نیست. هیچ کشور دیگری وجود ندارد که ما در مورد مسائل منطقه‌ای که نگرانمان می‌کند میره همونجور فرودگاه تحویل میگیره و اینها رو میبرن به سمت دیگری جز شما نیست که ما برای او کارتر اونجا به خبرنگاران میگه که آره ما داشتیم میرفتیم هندوستان، سفر هندوستان. من به روزالین گفتم که دوست داری سال نو رو کجا بگذرونی؟ روزالین گفتش که دوست دارم پیش شهبانو و اعلیحضرت باشم، اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر باشم. خیلی خنده داره، انگار مثلا شما مثلا بخواید خونه برادرتون هم برید اینجوری نمیرید که حالا اینا در واقع اینطوری خودشونو پسرخاله پادشاه فقید حساب کردن، همون پادشاهی که اون بلا رو سرش 2 ماه پیش آورده بود. به هر حال پادشاه فقید در یک کار انجام شده قرار میگیره، یک جشنی قرار میشه برگزار بشه به عنوان جشن سال نو به افتخار مهمانان آمریکایی در کاخ نیاوران. و حالا جالب بدونید که جشن سال نو که صحبتش رو میکنیم یعنی اول ژانویه 1978 دقیقاً برابر است با 10 دی ماه 1356، 9 روز قبل از فاجعه قم.
و دقیقاً 20 محرم، یعنی دقیقاً 10 روز بعد از عاشورا. اونایی که حالا اگر سنشون یادشون هست میدانن، حالا اونایی که نبودن احتمالاً از پدر مادرشون شنیدن، میدانن که محرم سفرهای زمان شاه با چه عظمتی برگزار میشد. کلا 2 ماه به نوع جامع میرفت توی حالت نیمه تعطیل، کلا میخانا بسته میشد، کابارا بسته، سینما بسته، یک وضعیتی. حالا تو چنین فضایی داره 10 روز بعد از عاشورا جشن برگزار میشه، اونم کجا؟ تو کاخ شاه. برای کی؟ برای رئیس جمهور آمریکا. خب حالا این جشن فیلم برداری میشه توسط تلویزیون ملی ایران آقای رضا قطبی. به چه صورت؟ به صورت پخش مستقیم. باورتون میشه؟ پخش مستقیم. جالبه، ساواک هیچ ممانعتی نمیکنه، در صورتی که باید اونجا جلوی قضیه رو میگرفتش و میگفت خود ما، شما فیلم برداری میکنید، بعد ما بازبینی میکنیم و بعد ما اون قسمتی که لازمه رو به شما تحویل میدیم و شما پخش میکنید. و عجیبه در یک همچین شب بسیار خطیری که رازهایی که هیچ وقت باز نشده، چرا چنین اتفاقی افتاد؟ مستقیم فیلم برداری میشه و مردم متعجب و مشتاق براشون خود جالبه. اگه همین الان هم اعلام کنن که مثلا حتی خامنه‌ای منفور یا آقا فلان مهمان خارجی برده داره خونش داره پذیرایی میکنه و داره پخش میکنه، همه بیشتر نگاه میکنن آقا بزنیم چیه جریانش. خب این تا اینجا. اما 2 اتفاق دیگه هم میفته. اولین اتفاق ورود در واقع مهمانان هست به کاخ نیاوران، از همون پله‌های کاخ نیاوران که شاید اکثر شما رفتید بازدید کردید، میدونید دقیقا کجا رو میگم. در اونجا اولین نفر یعنی ردیف اول اولیاء شعبانو هستن با جیمی کارتر، بازو به بازوی هم میرن بالا، پشت سرشون پادشاه فقید هستن با روزالی، دقیقا به همون بازو به بازو میرن. البته این در چیز سیاسی جانس عجیبی نیست، یک در واقع نشانه احترام و ادب است به مهمان. ولی خب ما داریم راجع به جامعه مذهبی ایران سال 56 صحبت میکنیم، جامعه که نه تنها اون زمان، حتی 20 سال بعدش هم، حتی اگر یک خانم و آقا یعنی همسر، یعنی 2 تا زن شوهر دست همو میگرفتند، آنم در تهران ها، همین مذهبی رو میدیدند، میگفتند خیلی عذر میخوام، میگفتند اینا مرد بی غیرته. اینو من با چشم خودم دیدم. من چیزی دیدم سال 77 بود، همسایه‌های محله در واقع کار پدرم وایساده بودن، منم بیرون مغازه پدرم وایساده بودم، یا خانم آقای میگذشتن، 2 تا در واقع از همسایه‌های کار پدرم وایسادن، گفتن آره مردک مثلا قرمساقه. من خیلی تعجب کردم، گفتم برای چی این حرفو میزنید؟ گفت مگه نمی‌بینی دست زنشو گرفته داره جلوی مردم راه میره؟ گفتم کار بدی نمی‌کنه، دست زنشو گرفته. خب این قرمساقه دیگه. ما الان مردم نگاه میکنن که دست زنش گرفته تحریک میشن. خب حالا تصور کنید حالا همون مردم برید 20 سال قبلش، برید سال 50-56 نگاه میکنن، ملکه پادشاه شیعه بازو به بازوی رئیس جمهور آمریکاست. ببین چه غلیانی در روح اون زمان، روان اون زمان مردم ایجاد میشه. صحنه بعدی که دیگه میشه گفتش که فاجعه کامل میشه، ماجرایی در واقع زمانی است که کارتر سخنرانی میکنه و میگه که من خوشحالم، افتخار میکنم مهمان کسی هستم که در واقع در ایران، در جای پرآشوبی مانند خاورمیانه، یک جزیره ثبات شکل داده و پادشاه ایران هم در واقع به احترامش در واقع پیمانه از می رو بلند میکنه و با هم دیگه در واقع سلامتی هم جام رو با هم مینوشن. این قضیه دیگه میشه گفت کار حکومت رو تمام کرد، یعنی میشه گفت حکومت شاهنشاه اون روز ساقط شد، یعنی از لحاظ ذهن و قلب مردم ایران همه چی تمام شد. واقعا این صحنه عجیبی هستش که دقیقاً در 10 محرم، هیچ کشور دیگری وجود ندارد که ما در مورد مسائل منطقه‌ای که نگران و مراسم در واقع شرابخوری همراه هیچ با رهبر دیگری جز شما نیست که ما برای او احترام کاری عمیق‌تر ندارم و دوستی صمیمانه‌تر داشته ولی خب حالا مشروبات الکلی
در جلوی چشم مردم اون زمان با اون افکار و همه گفتن عجب. پس این که میگفتن بهایی، بابا این واقعا بهاییه دیگه، اصلا دیگه ردخور نداره و جامعه آماده انفجار شد. جامعه دیگه تصمیم خودش رو گرفت و رفت واسه انفجار که بهانه اون انفجارش هم 7 روز بعد، 1 هفته بعد از این قضیه، مقاله کذایی رشید مطلق فراهم کرد. دقیقاً 1 هفته بعد از این ماجرا، در حالت اصلا معلوم نبود چرا اون فضای انفجاری، چون میدید معمولا سازمان‌های اطلاعات امنیتی در هر جای دنیا نبض جامعه رو دارن تو دستشون. جامعه چطوره؟ آرامه، در حال انفجار نیست، چجوریه؟ این کار سازمان امنیتیه. خب اون زمان به صورت مشخص حتی خود آقای ثابتی اینو گفتش، چجوری اعتراف کرد تو برنامه آخریشون، گفتن که آقا ما اعلام کردیم که به زودی یه چیزی شبیه 15 خرداد یا بدتر از آن را انجام خواهند داد. یعنی پس میدونست چرا تو این وسط روزنامه اطلاعات میاد در اون فضایی که آماده انفجاره چنین مقاله رو میده که اشاره میکنه به اصطلاح هندی تبار بودن خمینی و بعد 2 روز بعدش که فاجعه قم به وقوع میپیونده. البته اون مقاله هم نبود، یه اتفاق دیگه میشد، ولی خب جامعه آماده انفجار شده بود و دیدیم چیزی که نباید میشد و میبینیم که گرایشات خرافی مذهبی مردم، زن ستیزی آمیخته با بهایی ستیزی، معجون سمی به وجود آورد که بنیانهای مملکت رو در واقع نابود کرد تا برسیم به همین جایی که هستیم. سپاسگزارم آشامی گرامی از وقتی که به من دادید. خیلی زیبا کامل شرح دادی. امیدوارم اگر دوستان پرسشی دارن توی کامنت ها با ما مطرح کنن. اگر که برنامه ها رو مفید میبینن ما رو سابسکرایب کنن، لایک کنن تا به فارسی زبانان دیگر هم معرفی بشه. دوستان واقعا اگر پیشنهادی انتقادی هست به ما ارائه بدید، ما خوشحال میشیم که بتونیم پاسخگو باشیم و بتونیم در راه بهتر کردن این برنامه گام برداریم. شهرام جان همه چیز خیلی خوب و واضح و روشن و زیبا و روان. من خیلی از تو ممنونم. اگر کلام آخری هست بشنویم، اگر که نه که دیگه برنامه رو تموم کنیم. و من سپاسگزارم که فرصت فراهم کردید تا بتونیم در واقع صدامون رو به همه ایرانیان در سیاست جان برسونیم. امیدوارم که دوستانی که این برنامه رو میبینن همونطوری که شما گفتید ما رو از حالا نقد، اگر نقد دارن، اگر چیزی هستش که میتونه در واقع اطلاعات بقیه رو بالاتر ببره، حتما به صورت کامنت بنویسن و از در واقع خواهش میکنم حتما این برنامه ها رو، این کانال رو سابسکرایب کنید، اون رو معرفی کنید به بقیه دوستان. اگر میپسندید، فکر میکنید واقعا به درد میخوره، اگر فکر کنید باعث آگاهی مردم و آزادی مردم نقشی داره، اینو خواهش میکنم حتما برای بقیه دوستانتون این رو منتشر کنید. سپاسگزارم. ممنون شهرام عزیز. دوستان باز هم با برنامه دیگر از کانال ایرانمر در خدمتتون بودیم و امیدوارم که برنامه را دنبال کنید. پس تا درودی دیگر، بدرود.